با کدام رنگ و با کدام نمود، با کدام ناموس و عقیده بر این ملت دست میزنی؟ تو با کدام رنگ و با کدام نمود، با کدام ناموس و عقیده بر این ملت دست میزنی؟ تو میبخشی سلاح تمام کشورها از اونجا فروخته میشود. 80% مواد مخدر در تمام دولت‌ها از افغانستان میرود که با نص قرآنی و حدیث حرام است. تو از ناموس مادر تاجیک گپ میزنی، ناموس پسران افغانستان در گپ زن. 45 ساعت خون میریزد در اونجا. در صحیح البخاری حدیث است: اول ما یقضى به یوم القیامه، اولین چیزی که روز قیامت در اونجا دلهاشو میارن فی الدماء، در خونها هست. حدیث مسلم و بخاری و مسند احمد ابن حنبل. اولین دیوانی که خداوند در روز محشر محاکمه میکند دیوان خونها هست. این 45-50 ساله که خون میریزانند، کی جوابی را میگوید؟ تو اونو پیشگیری کرد. تو اون قماندانی که خیست گفت که طالب پشتو هست و پشتو طالب هست، ولی من بعدی برآمد اون برآمد میمانم و من طلب میکنم از این دو خطیب، از این دو نادان، از این دو انسانی که از جانشگاه اسلامی نگذشتن، شما با خونهای مسلمان ها بازی میکنید. دولتی که 4000 مسجد دارد، دولتی که بزرگترین مسجد در آسیای مرکزی دارد، دولتی که دانشگاه اسلامی دارد، دولتی که شعبه فتوا دارد 24 ساعت حرام و حلال و مضاربه و سود و نکاح طلاق مردم فیصله میکند. مردمی که 5 ارکان اسلامی در اینجا جاری هست. اگر صحبت از سر و لباس اسلامی میرود، در کشور ما سر و لباس اخلاقی اسلامی منع شدگی نیست. نه قانونی هست، نه کسی این را منع کرده است. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت 2 بار قرآن به زبان تاجیکی ترجمه کردند، رایگان بر ملت تقسیم کردند. در 6 آیت این اشاره میشود به سر و لباس اسلامی. آیا کسی حق دارد که اون چیزی در نص قرآن هست او را رد کند؟ شما از علما پرسید، شما از اونهایی که زمام حکومت تاجیکستان در دست اونهاست از اونها بپرسید. با گپ‌های شبکه و با اینترنت ها و با اون مخالفینی که جنگ و خون دنبال میکنن، همیشه دنبال فتنه هستند که قرآن میگوید الفتنه اشد من القتل، فتنه انداختن در میان مسلمان ها از آدم کشی بدتر است. از اونها میگیریم فتوا میتیم. بنابراین اینها اول باید کلمه جهاد آموزند. تو امروز ما را دین میآموزی. برادر عزیز، باید هر یک انسان، ما برای ملت افغانستان حرمت و احترام قائلیم، لیکن برای اون رویه هایی که در اونجا هستند، برای اون جاهلانی که پیروی از اون سلفی معاصر و مدخلی و تحریری و تکفیری میکنن، آیا همونها در منبر صحبت میکنن کفالت امنیت خانه خودش داده میتونن؟ کفالت امنیت فرزندانش داده میتونن؟ در مسجد در نماز جمعه آیا 10 اخبار نداد در افغانستان مسجد میکفد؟ این هست مسلمانی اونها. این جماعت و جماعت به کفر میکشد، جهاد علیه او اعلان میکند، مسجد در روز جمعه میکفد. چی هست؟ در اینجا برادران عزیز، من خطاب بعدی به جوانان تاجیک است. از روی جوانمردی و ایمان ناموسی وطنداری داشته باشید. هر ملت را خداوند یک پارچه زمین میتد، فرض عین میکند که اون ملت، اون وطن ایمان و اسلام و ننگ ناموس است که اون را حفاظت کند. اگر نکند در پیش خدا در عین به ناموسی میبرد. در باره حفظ کردن وطن آیت قرآنی هست، احادیث نبوی هست. بنابراین برادران عزیز، ما باید یک خصلت ناچیز داریم. ما جوانای امروز، خصوصا اون جوانایی که در مهاجرت مهنتی هستند، فتوا را از علمای خود ما نمیگیرند. 10 حدیث عالم تاجیک میگوید، یک حدیث یک عالم بیگانه در تگ کمیته او مینویسد که این حق بود. آیا امروز کسی دیگری میآید از دین و ملت و دین و مذهب ما حفاظت میکند؟ بنابراین من امروز در این روز جمعه در این بالای منبر باز یک بار دیگر میگم برای شما، یگان کس لباس اخلاقی اسلامی را در تاجیکستان منع کردگی نیست. اینها دستک پیدا کردند.